حدود 5-6 ساله که اول سال میلادی که میشه برای خودم یه عدد تعیین میکنم. اینکه امسال میخوام چند تا کتاب بخونم. اپلیکیشنم تو طول مسیر بهم پیشرفتم و نشون میده و بهم انگیزه میده. اما از یه جایی به بعد احساس کردم کتاب خوندن دیگه داره برام تبدیل میشه به یه مسابقه. انگار که دیگه هدف کتاب خوندن نیست، پر کردن یه چالش. اول از همه بگم که این چالش‌ها به خود من خیلی کمک کردن که عادت مطالعه‌مو شکل بدم. واقعیت اینه که من خودم از بچگی کتابخون نبودم و حدوداً 10-12 ساله که به شکل جدی کتاب میخونم. یعنی تقریباً از 22-23 سالگی. و این چالش‌ها یه جورایی بهم انگیزه میداد و کمک میکرد که به کتاب خوندنم ادامه بدم. و کیه که این کار بکنه که خیلی کیف میده آدم وقتی یه هدفی رو اولش تعیین میکنه، آخر سال تیک بزنه که بهش رسیده. خیلی‌ها شاید با این موضوع که کتاب خوندن رو تبدیل به بازی و رقابت بکنیم موافق نباشن. اما اگه این موضوع باعث بشه یه عده کتاب خوندن رو ادامه بدن و براشون کار بکنه، چرا که نه؟ اما مشکل دقیقا از اونجایی شروع میشه که توی برهه‌ای از زندگی یه سری مشغله‌هایی داریم که بهمون اجازه نمیده کتاب خوندن رو به اون شکلی که قبلا عادت داشتیم جدی بگیریم. و دقیقا تو همین لحظه هاست که اینکه ببینیم یه نفری تا الان 50 تا کتاب یا 60 تا کتاب از اول سال خونده، به جای اینکه بهمون انگیزه بده و باعث میشه ما هم بریم سمت کتاب خوندن، شاید بیشتر ما رو زده بکنه و اصلا باعث بشه کتاب خوندن رو بذاریم کنار. امسال من به واسطه کانال یوتیوبی که زدم طبیعتا کتابای بیشتری خوندم و به خاطر همین اون چالش کتابی که تعیین کرده بودم اول سال و خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کردم بهش رسیدم. اما سالهای قبل این شکلی نبود. سالهای قبل اواخر سال میلادی که میشد، مثلا 1-2 ماه آخر سال، یه جوری برنامه‌ریزی می‌کردم که کتابای کم حجم رو بخونم که به اون هدف تعدادی که تعیین کرده بودم برسم. صرفاً به خاطر اینکه اون چالش رو پر بکنم، اصلا سراغ کتابای قطوری که داشتم نمیرفتم. و اینجا بود که احساس کردم دیگه باید مسیر کتاب خوندنم رو تغییر بدم. توی کتاب هنر خوب زندگی کردن، نویسنده توی یه قسمتش یه پیشنهادی میکنه. میگه که سعی کنین 1/3 اول زندگیتون رو، مثلا اگه در نظر بگیریم تا 30 سالگی، تا میتونین کتاب بخونین. از ژانرهای مختلف، موضوعات مختلف، نویسندگان مختلف بخونین. اونقدری که کم کم قدرت قضاوتتون نسبت به خوب و بد بودن کتاب‌ها بهتر بشه، نسبت به اینکه نویسنده‌های مختلف رو بشناسین بهتر بشه و سلیقه خودتون دستتون بیاد. تا برسیم به جایی که وقتی توی کتاب فروشی 3-4 صفحه از کتاب رو بخونین تا حدی بتونید متوجه بشین که این کتاب به درد شما میخوره یا نه. از اونجا به بعد فکر کنید که یه سری کوپن محدود داریم برای کتاب خوندن. اون وقتی که کتاب رو خیلی سنجیده تر انتخاب میکنیم و دیگه سراغ هر کتابی نمیریم. از اون مهمتر اینکه کتابا رو چند بار میخونیم، به خاطر اینکه بازخوانی کتابا اثرش رو چندین برابر میکنه. اینجور چالش‌های کتابخونی برای اون بخش اول کار که اون 1/3 اوله که نویسنده پیشنهاد میکنه که تا میتونیم کتاب بخونیم، خیلی میتونه موثر باشه. اما برای ادامه راه بهتره که یه سری چالش‌های شخصی‌تری رو برای خودمون در نظر بگیریم. پس حالا که قرار شد تمرکزمون رو به جای کمیت کتاب بذاریم روی کیفیت مطالعه‌مون، دیگه به جایی رسیدیم که احتمالاً عادت مطالعه‌مون هم شکل گرفته، دیگه ترسمون از کتابای قطور و سنگین ریخته و از همه مهمتر اونقدری بودجه نداریم که بذاریم روی خرید کتابایی که شاید اصلا برامون مناسب نباشه. واقعیت اینه که الان داریم توی دنیایی زندگی می‌کنیم که دیدن یه ویدیوی ادیت شده‌ای که تمام تلاششو کرده که حواس ما رو به خودش جلب بکنه، میتونه باعث بشه که ما ساعت‌ها غرق فضای مجازی بشیم. توی همین دنیایی که این همه موضوع برای پرت کردن حواس ما و درگیر کردن ما وجود داره، اینکه بخوایم تمرکزمون رو بذاریم روی صفحه ساده کتاب و چند تا کلمه، شاید خیلی سخت باشه. و این موضوع چیزی نیست که فقط مخصوص جامعه ما باشه. تو کل دنیا سطح تمرکز آدما روز به روز داره کمتر میشه. هر روز برای آدما سخت‌تر میشه که کتابای سنگین‌تر و قطورتر رو بخونن و بیشتر دوست داریم بریم سمت مطالب خلاصه شده، مطالبی که همون موقع به ما نتیجهش رو بدن. ماجرا تا جایی ادامه پیدا میکنه که دیگه حتی حوصله خوندن کپشن‌های طولانی رو هم نداریم، چه برسه به اینکه بخوایم یه کتاب 4 جلدی بخونیم. پس اگه بخوایم ما هم تو این دام نیفتیم، باید سعی کنیم به بهترین شکل ممکن کتاب خوندن رو برای خودمون جذاب کنیم، آسون کنیم و قابل دسترس کنیم.
یکی از موثرترین راه‌هایی که خیلی میتونه کمک بکنه که کتاب خوندن همچنان برامون جذاب بمونه و حوصله‌مون بکشه که همیشه کتاب بخونیم، اینه که توی مسیر کتاب خوندنمون تنوع ایجاد کنیم. و این به این معنی نیست که مثلا اگر که الان داریم یه رمان عاشقانه میخونیم، کتاب بعدی رو یه کتاب فلسفی انتخاب بکنیم. یه راهکار خیلی خوب موازی‌خوانیه. اینکه چند تا کتاب رو که یه سری ویژگی‌های مختلفی نسبت به هم دارن، همزمان با هم شروع بکنیم. شاید اولش عجیب به نظر برسه. مثلا با خودمون بگیم خب من که همین یه دونه کتابم به زور تموم میکنم. چه برسه به اینکه بخوام 3 تا کتاب رو با هم شروع بکنم. اما اتفاقا این کار خیلی میتونه کمک بکنه که پیوسته کتاب بخونیم و از کتاب خوندن زده نشیم. و همیشه کتاب خوندن هم جزو یکی از کارهای مهمی که باید در طول روز انجام بدیم بمونه. حالا این موازی‌خوانی رو چجوری انجام بدیم؟ یه قانونی که من خودم برای خودم گذاشتم و برام کار کرد، قانون 3 تا کتاب. این 3 تا کتاب چه ویژگی‌هایی دارن؟ برای من اینجوریه که یکی از این کتابا یه کتابیه که برای من چالشی و سنگینه. یا حالا حجمش زیاده یا خود موضوعش سنگینه و سخت‌خوان هستش و خلاصه یه جوریه که من پیوسته نمیتونم بخونمش. دومین کتاب رو همیشه میام یه کتاب سبک‌تر و روون‌تر انتخاب میکنم. سومین کتاب رو سعی میکنم دیگه کتاب فیزیکی انتخاب نکنم و فرمتش متفاوت باشه، مثلا کتاب صوتی یا کتاب دیجیتال باشه که همیشه همراه باشه. و به همون اندازه که گوشیم در دسترسمه، سعی میکنم که کتاب هم در دسترسم باشه که دیگه بهونه برای کتاب نخوندن نداشته باشم. اما مزیت این کار چیه؟ تصور کنین یه روز خیلی سخت و پرمشغله رو داشتین، اومدین خونه و خسته این و میخواین یه کتابی بخونین و اون کتابی که دستتونه هم حجمش خیلی زیاده، هم کتاب خیلی سختیه. و ذهنمون هم انقدر خسته هست که اصلا انرژی لازم برای فکر کردن رو نداریم. در این صورت احتمال اینکه این کتاب رو شروع بکنیم به خوندن خیلی کمه. به خاطر اینکه جذابیت اون فضای مجازی الان اینجا خیلی بیشتره، به خاطر اینکه نیاز به فکر کردن نداره و میتونه در لحظه حال ما رو خوب بکنه. اینجاست که اون کتاب سبکه، اون کتابی که راحت خونده میشه خیلی به کارمون میاد و اینجوری میتونیم بدون هیچ بهانه‌ای بریم سراغ اون یکی و از خوندن اون یکی لذت ببریم و یه زمانی که فکرمون بازتر هستش و انرژیمون برای خوندن بیشتره، بریم سراغ اون کتابی که برامون چالشی بوده. همین موضوع برای کتاب صوتی و کتاب فیزیکی هم صدق میکنه. زمانایی که خیلی پشت ترافیک باید باشیم یا یه تایم زیادی رو مثلا باید توی مترو بگذرونیم، احتمال اینکه بتونیم راحت کتاب بخونیم شاید کمتر باشه. خیلیمون ممکنه حالمون تو مسیر بد بشه یا موقع رانندگی اصلا نمیتونیم کتاب بخونیم. توی اینجور مواقع هم اینکه یه کتاب صوتی آماده داشته باشیم باعث میشه که سریع بریم سراغش و از شنیدنش لذت ببریم. اینجوری اگه تو طول هفته مثلا 10-15 ساعت رو توی مسیر هستیم، به راحتی میتونیم در عرض یه هفته یه کتاب خیلی خوب رو تموم کنیم. کتابی که شاید اگه به یه فرمت دیگه داشتیمش، مثلا به صورت فیزیکی اگه داشتیمش، به این صورت نمیتونستیم بخونیمش. و این قانون 3 کتابی که گفتم چیزیه که معمولا برای من کار میکنه و باعث میشه که من همیشه یه کتابی برای خوندن داشته باشم و در واقع بهونه برای کتاب نخوندن نداشته باشم. حالا شما میتونین بسته به سلیقه خودتون و اون چیزی که میپسندین یا اصلا هدفی که برای مطالعه‌تون تعیین کردین، این 3 تا کتاب رو متفاوت برای خودتون تعیین کنین. اگه بخوام مثلا الان براتون مثال بزنم که 3 تا کتابی که الان مشغول مطالعهشون هستم کدوما هستن، یکیش کتاب کافکا در کرانه است که این کتاب هم قطوره هم به زبان انگلیسیه و خب طبیعتا برای من چالشش بیشتره دیگه، به خاطر اینکه اولا به زبان فارسی نیست و من انرژی بیشتری باید براش بذارم، ثانیاً که قطور هستش و بیشتر زمان میبره. برای همین در کنارش یک کتاب خیلی راحت‌تر که داستان کوتاه هم هست انتخاب کردم که هم سبکه، میتونم با خودم همه جا ببرمش، هم وقتی انرژی لازم برای اینکه به یه زبون دیگه کتاب بخونم و نداشتم، برم سراغ این کتاب. اون کتابی که در واقع انتخاب میکنم که یه کتاب روونی باشه که راحتم بتونم بخونمش، چون زودم تموم میشه، کتابیه که همیشه ممکنه فرمتش هم فرق کنه. بعضی موقع صوتی انتخاب میکنم، بعضی موقع اگه کتابی خودم داشته باشم که از کتابایی که دارم انتخاب میکنم. کتاب سوم هم کتاب شاهنامه هستش که من تقریبا 2 سال شاهنامه رو شروع کردم و دیگه واقعا آخرشه و سومین کتاب همیشه جزو کتابایی که دارم میخونم شاهنامه هستش، چون که خوندن شعرم یه جوریه که به یه حس و حال و تمرکز خاصی نیاز داره و نمیشه آدم در هر شرایطی به نظرم شعر رو بخونه. برای همین موازیخوانی کمک میکنه که هر موقع که در واقع رو مودش نبودم بتونم یه کتاب دیگه رو بخونم و هر موقع اون انرژی لازم رو داشتم برم سراغ این که شاهنامه رو ادامه بدم. حالا شاید سوال اصلی این باشه که خب اگه تمرکز رو روی تعداد کتاب نذاریم، روی چی بذاریم؟ بالاخره وقتی آدم یه سری هدف برای خودش مشخص میکنه، کمکش میکنه که یه انگیزه‌ای داشته باشه که پیش بره و بهش برسه.
پیشنهاد من اینه که چالش‌های شخصی کوچیک برای خودتون بذارین و این هدف‌ها رو با توجه به علاقه‌مندی خودتون و فقط خودتون تعیین بکنین. مثلا اگه می‌بینین یه کتابی خوندین و خیلی ازش خوشتون اومده، ببینین دقیقاً از چیش خوشتون اومده و از کدوم بخشش براتون جذاب بوده. اگه قلم نویسنده براتون جذاب بوده، برین سراغ این که کتابای دیگه‌ش رو بخونین. اگه ادبیات اون کشور براتون جالب بوده، برین ببینین چه کتابای دیگه‌ای از اون کشور هستش که میتونید بخونید. یا اگه موضوع اون کتاب براتون جالب بوده، مثلا کتاب 1984 جورج اورول رو خوندین و خیلی این موضوع براتون جالب بوده، بریم ببینید چه کتابای دیگه‌ای تو همون تم هست که میتونید بخونید. و همینجوری میتونین از خود کتابا برای پیدا کردن کتابای بعدیتون استفاده بکنین و مسیر کتاب خوندن خودتون رو شکل بدین که مخصوص شما و به رشد شخصیت شما کمک میکنه. و این موضوع دیگه اینه که سعی کنید اون هدفهایی که برای خودتون واسه کتاب خوندن در نظر میگیرید و یکم اون اولش محدود بکنین، به خاطر اینکه یه سری از چالش‌ها و هدف‌ها در مسیر کتاب خوندن شکل میگیره. مثلا برای خود من امسال برنامه نداشتم که کتابای تولستوی رو تموم بکنم. اما وقتی که مرگ ایوان ایلیچ رو خوندم و بعدش جنگ و صلح رو خوندم، انقدر علاقه‌مند شدم که تصمیم گرفتم کلا امسال تولستوی رو بخونم، بعدش مثلا برم سراغ کتابای داستایوفسکی. و این چیزی بود که همون اول مشخص نبود و توی مسیر کتاب خوندن شکل گرفت. اینجوری شما میتونین چالشایی که مخصوص خودتون هستش و با توجه به علاقه و اون چیزی که خودتون دوست دارین هستش رو پیش ببرین و احتمالاً انگیزتون هم خیلی بیشتر میشه برای کتاب خوندن و طبیعتاً لذت بیشتری هم میبرین از کتاب خوندن. یه پدیده‌ای که متأسفانه الان شاهدش هستیم اینه که تمرکز روی تعداد کتابایی که خوندیم انقدر زیاد شده که تقریبا کتاب خوندن رو تبدیل به ادا کرده، تبدیل به یک موضوعی برای پوز دادن کرده. و این موضوع اولا که جهانی هستش، فقط مخصوص ایران نیست. اونقدری پیش رفته که توی سایت آمازون یه سری بک هایی میفروشن که یعنی یه سری پس‌زمینه‌هایی میفروشن که عکس کتابخونه است، که وقتی که آدم مثلا توی ویدیو کال یا یه ویدیویی که میخواد بگیره پشتش بندازه، این تداعی بشه که آدم پشت یه کتابخونه واقعی وایستاده. انگار که وقتی که جامعه ببینه ما زیاد کتاب خوندیم، رومون یه حساب دیگه‌ای میکنه یا یه توجه متفاوتی به حرفمون میکنه یا ما رو باهوش‌تر تلقی میکنه. و این چیزیه که متاسفانه تمرکز روی تعداد کتاب خوندن ایجاد میکنه. فارغ از اینکه این همه کتابی که خوندیم واقعا چه اثری روی زندگیمون داشته و تونسته چه تغییری در واقع توی زندگیمون ایجاد بکنه. لزوما هم قرار نیست همه کتابا زندگیمون رو متحول بکنن. خیلی از کتابا رو ما برای سرگرمی یا برای فقط لذت بردن میخونیم. اما همونا هم ما رو تبدیل به آدمای متفاوت‌تری میکنن. ما رو وارد یه زندگی میکنن که تا حالا تجربهش نکردیم. ما رو به آدمای همدلتری تبدیل میکنن. و این خیلی موضوعیه که باید بهش فکر بکنیم، به اینکه چقدر داریم کتاب رو صرفاً برای اون وجهه اجتماعی که قراره برامون ایجاد بکنه میخونیم و چقدر واقعا داریم برای خودمون و برای خود اون کتاب و برای هر هدفی که داریم و شخصی هستش داریم اون کتاب رو میخونیم. واقعا اینجا جا داره که از خودمون بپرسیم که اصلا چرا باید هدفمون این باشه که هر سال فقط تعداد بیشتری کتاب بخونیم؟ یعنی هدفهای بهتری از کتاب خوندن نمیشه پیدا کرد؟ مگه قرار نبود کتاب خوندن دنیامون رو بزرگتر بکنه، قشنگتر بکنه؟ چرا پس داره تبدیل میشه به یک صنعت رقابتی که فقط رقابت سر اینه که کی تعداد بیشتری کتاب خونده؟ و من فکر می‌کنم که توی دنیایی که هر لحظه داره از ما میخواد که سریع‌تر یه کاری رو انجام بدیم، خلاصه‌تر انجام بدیم و احتمالاً سطحی‌تر انجام بدیم، بیایم آروم خوندن رو تمرین بکنیم و واقعاً بفهمیم که داریم چی میخونیم، نه اینکه فقط یه کتاب رو تون بخونیم که تموم شه بره. ببینیم که این کتابی که داریم میخونیم مثلا چی میخواد بهمون بگه و حتی اگه همون 3 تا کتاب رو تو کل سال میخوایم بخونیم، اون 3 تا رو با تمرکز بخونیم و واقعاً سعی کنیم یه چیزی ازش یاد بگیریم و یه آوردی برامون داشته باشه، تا اینکه صرفاً بخوایم تیک بزنیم که من این تعداد کتاب رو خوندم. اگه شما هم توی کتاب خوندن، توی چالشی شرکت کردین که کمکتون کرده و مسیر مطالعه‌تون رو تغییر داده، خیلی خوشحال میشم برام بنویسین. مرسی که تا آخر این ویدیو همراهم بودین و توی ویدیو بعدی میبینمتون.